سلام. در روسیه سالهای اخیر مشاهده می شود که کلیساها نیز برای همایش مهاجران به جامعه این کشور کمر بستند. دانشگاه‌های وابسته به کلیسای پروسلاوی در روسیه به مهاجران درس زبان می دهند یا با برنامه‌های گوناگون آنها را به حیات اجتماعی و همین گونه مذهبی روسیه جلب می کنند. هرچند اکثرا مهاجران کاری از اوکراین، مولداوا و بلاروس که پیروی دین مسیحی هستند به این برنامه‌ها جلب می شوند، ولی در بین آنها مهاجران از آسیای مرکزی هم هستند. درباره تلاش‌های کلیساهای روسیه برای همایش مهاجران به حیات اجتماعی در این کشور صحبت داریم با طاهر قلندروف، پژوهشگر تاجیک در مسکو. طاهر، به برنامه ما خوش آمدید. چرا اکنون کلیساهای روسیه کار با مهاجران را شروع کردند؟ چون ما می‌دانیم امروز در روسیه یک برنامه دولتی به نام مستحکم کردن یگانگی ملت روسی و انکشاف قومی و فرهنگی خلق‌های روسیه برای سالهای 2014-2020 تهیه شده است و کلیسای پروسلاوی روس نیز گفته است که ما می‌خواهیم برای پیاده نمودن این برنامه سهم خود را گذاریم و از این سبب ماه اپریل سال 2013 یک موافقت عاید همکاری متقابل کلیسای روسی و خدمات مهاجرت روسی امضا شد و در ایول همان سال 2013 کتاب اولین درسی درباره اساسهای زبان و فرهنگ روسی چاپ شد و در دکبر سال 2014 باشد کلیسای پروسلاوی کتاب درسی دوم خود را با نام زبان روسی و اساسهای دولت گذاری یا دولتی یا قانون گذاری چاپ کرد که محرر این کتاب رئیس بخش همکاری کلیسای پروسلاوی با جامعه سیولاد چپلین بود. اما هنگامی که ما میخوانیم اون کتابای درسی که برای همایش مهاجرین کاری چاپ شدند، یک چند مشکلاتی است در اونجا. چگونه مشکلات هستند؟ بله، چون شما خود گفتید که اکثر این برنامه ها برای همایش اون مهاجرین کاری از اوکراین، بلاروس و مولداوا هستند که خود نصرانی هستند. اما مشکل دیگر این است که اکثر مهاجرین از آسیای میانه اینا مسلمانان هستند و خود این یک مشکلی چگویم فرهنگی است و هنگامی که ما این کتاب را می آموزیم خواندیم در اونجا بسیار مسئله های هستند که اونها برای همایش مهاجرین کاری از آسیای میانه موافقت نمی کنند. مثلا در این کتاب درسی 65 مرتبه مثلا کلمه روس استفاده می شود و فقط 2 مرتبه کلمه روسیگی یا رسیان استفاده می شود. 9 مرتبه کلمه نصرانیان استفاده می شود و 4 مرتبه کلمه مسلمانان. البته هنگامی که مسلمانان مهاجران مهنتی از آسیای میانه شنیدند که کلیسای پروسلاوی میخواد برای اونها درس ها گذراند و با این درس ها میخواد اونها را با جامعه روسی نزدیکتر کند، اکثر مسلمانان متاسفانه یا خوشبختانه نمیدانم از این دست کشیدند، چون در بین مهاجران یک فکری پیدا شد که اونا میگفتند که کلیسا میخواد ما را از دین مسلمانی به دین مسیحیت تبدیل دهد و از این نگاه اکثر مهاجران مهنتی از آسیا میانه داخل این برنامه نشدند و بیرون از این برنامه ماندند. طاهر جان، طور معلوم در بین مسلمانان، طور خودتون هم گفته تغییر مذهب بسیار کم به نظر می رسد و به خصوص در بین تاجیکان هم، ولی پذیرفتن دین مسیحی آیا در بین مهاجران تاجیک دیده می شود یا بسیار کم است؟ خوب در این موضوع تبدیل دین از اسلام به نصرانیت خیلی و خیلی کم است. البته
اما من یک چیز گفتنی هستم که چرا کلیسای پروسلاوی روس میخواست این برنامه را پیاده کند، چون پول این برنامه خیلی خوب بود و هر یک تشکیلات میخواست در این اشتراک کند و تا اندازه از حساب این برنامه شاید فایده پول را بگیرد. دستم گیرد. ولی میسر نشد. بگوییم که پولی که به دست آوردن ضایع یا که تلف شد و همایش مهاجران، یعنی برنامه‌های همایش مهاجران از طرف کلیسا درست اجرا نشد. بله، متاسفانه همین است. من نمیدانم که تا چقدر پول در این برنامه بود، اما چون این برنامه عمومی دولتی بود، فکر میکنم که پول کم هم نبود و متاسفانه نتیجه این برنامه با پولش موافقت نمیکنه. و یک سوال عمومی دارم. روزها زیاد شکایت میکنند که مهاجران از جمله مهاجران تاجیک وقتی به روسیه میآیند مطابق بر رسم و رسوم آنها زندگی نمی کنند، قاعده های زندگی آنها را رعایت نمی کنند. چرا واقعا مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان و ازبک ها به آسانی به جامعه روسیه همایش نمی یابند؟ شما که در این زمینه زیاد تحقیق کرده اید. چون مسئله معاشرت بین فرهنگی این مسئله دو طرفه است، این نه مسئله یک طرف است. من برای شما یک مثال عادی میبرم. چند روز پیش دخترچه 6 سالم از من پرسید، گفت پدر تو در شهر کلان شده یا در دهات در تاجیکستان؟ من گفتم در دهات کلان شدم. گفت ها نباشد برای همین دین آش را با دست خوردی. یعنی در تفکر این کودک من با تفکر زیاد مردم تاجیایی موافق است، چون برای اونا نگفتن که این یک جزء فرهنگ این مردم است که با دست میخورند. چون اگر فراختر نگاه کنیم مردم ژاپن اون آش را با 2 چوبچه میخورند، اما این معنای اون رو ندارد که آنها از فرهنگ دور هستند. امروز این حساس این دیگر فکت است که مهاجرین در اینجا زندگی میکنن و مردم تاجیایی خواهند نخواهند اونها با این مهاجرین روبرو میشن. اما باز تکرار میکنم که مسئله در اینجاست که ما فرهنگ همدیگر را خیلی کم میدانیم. یعنی می توانیم بگوییم که تحمل پذیری یا همون تولرانت است که میگویند می تواند چه از طرف مهاجران و هم چه از طرف مردم تاجیایی مناسبت سرد به مهاجران کاری در روسیه را دیگر کند. در این مسئله خیلی کم کوششات به خرج داده می شود. زیاد فکر مردم میکنن که مهاجرین حجت لازمی ندارند، اما برای مردم محلی باور کنید اونقدر مهم نیست که در کیسه این مهاجرینی که آمده ایستادند یا در شهر اونا یا در همسایگی زندگی دارند چه رقم حجت است. اونا فکر میکنن که اونا بهای مردم محلی نسبت مهاجرین از رفتار ایشان است. همچنین دیگر بهای مردم محلی از طرف مهاجرین هم از روی رفتار است و این مسئله باید در سطح دولتی ارشد برنامه‌های دولتی باشند که برای مهاجرین، نمیدونم شاید در تاجیکستان اگر از تاجیکستان باشند یا در دیگر جمهوری یا شاید در روسیه، این برنامه‌های درس معاشرت بین فرهنگی گذارن تا مشکلات کمتر باشند. تشکر زیاد. طاهر قلندرов محقق تاجیک از شهر مسکو با ما صحبت میکرد. تشکر زیاد طاهر جان برای صحبت بسیار خوب و واقعا خوب. سلامت باشید. تشکر.